سلام، چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. همونطور که از تایتل مشخصه امروز قراره با هم دیگه توی خونه ابرومون رو لیفت کنیم. وسایلی که ما نیاز داریم تو خونه ابرومون رو لیفت کنیم اول از همه خب مواد اصلی خود لیفت. موادی که من استفاده میکنم مای لامینیشن هستش که کلا اوکیه، یعنی ازش راضی بودم و من معمولا 2 ماه یه بار یا ماهی یه بار ابرومو لیفت میکنم، به خاطر اینکه ابروی من خیلی تار نازکی داره و زیاد ابروهای پری ندارم، واسه همین زیاد تون لازم نیستش که لیفتشون کنم. یا بقیه وسایلی که لازم داریم برای لیفت ابرو از این فرچه های موژه هستش که باید باهاش ابروتون رو اول از همه براش کنین، بعد مواد رو بذارین که کامل دونه به دونه تار به تار مواد لای موهای ابروتون بره. و یه وسیله دیگه هم که لازم داریم این میکرو براش هستش. این میکرو براش هستش که باهاش مواد لیفت رو پخش میکنیم. اگر که از اینا ندارین زیاد حالا مهم نیست، با گوش پاک کن، با چوب بستنی، با هر چیز دیگه میتونید این کار رو انجام بدین. حتما لازم نیست از اینا داشته باشید. و اینکه ولی اینو حتما باید داشته باشید، یا از ریملای استفاده شده خوش شدهتون میتونین سرش رو نگه دارین برای برس کردن ابروتون. و وسیله دیگه هم که لازم دارین، من از این چیزا دارم، از این کیسه های مال روی خود ابرو واسه لیفت، از اینا دارم که اینو به اندازه ابرو میبرم و میذارم روی پیشونیم که کل ابرومو بگیره. و یه چیز دیگه هم که لازم داریم که این فوت و فن کاره، یا کلاه، میتونین یه کلاه گرم استفاده کنین یا از چشم بند. حالا توی ادامه ویدیو بهتون میگم چرا لازمش داریم. اینم بخوام بهتون بگم، وقتی که مواد مای لامینیشن رو میخرین توش 3 تا چیز داره، 3 تا از اینا داره که هر کدوم یه مرحله، یعنی کلا لیفت 3 مرحله است و اینا 3 تا دونن که این 3 مرحله رو باید حتما انجام بدین. برای نگهداری مواد لیفتتون که مواد لیفتتون بمونه خوش نشه یا هوا و اینا نگیره، میتونید داخل این زیپ کیفا بذارین. بعد از اینکه موادتون رو باز کردین درشو و بذارین توی یه چیزی که حالا خیلی محکم و چیز باشه. من از این جعبه های گوش پاک کن پنبریز استفاده میکنم، یعنی تو زیپ کیپ اینو میبندم، میذارمش تو این جعبه و میذارمش تو یخچال. این مدلی بهتر میمونه موادتون و خوشی هم نمیشه دیگه. خب حالا میریم سراغ لیفت. قبل از اینکه شما لیفت کنین اول باید صورتتون رو کامل بشورین، ابروتون رو حتما بشورین، چرب نباشه و لاش هیچ موادی نباشه، یعنی صابون ابرو هیچی نباید لای ابروتون باشه. من برای اولین مرحله که پشت حالا همه این ساشه هم زده پشت خودشون لیفتینگ کریمشه که زده استپ 1، یعنی پشت هر کدوم اینا زده استپ 1، استپ 2، استپ 3، همه اینا زده و شما لازم نیست خیلی حرفه‌ای باشین که بتونین مواد هم تشخیص بدین، اینا خودش زده. و مواد مرحله اولش این شکلی حالت دوغی طوره، اینو باید شما بردارین بذارینش روی ابروهاتون در مرحله اول به طور کامل. یه بوی بدی هم داره، مثل بوی دکولور است. من دیگه موادم آخراش هم هست، داره تموم میشه و باید بخرم. همونطور که میبینین کل مواد شماره 1 رو به همه جای ابروم زدم و الان وقتشه که کیسه رو بذاریم، این کیسه رو بذاریم روی ابرو. اگر که از اینا ندارین میتونین کیسه فریزر هم بذارین، هیچ فرقی نداره. باید کامل این کیسه روی ابروتون رو بگیره. به این شکل.
و حالا میریم سراغ چشم‌بند یا حالا کلاه. من کلاه نمیذارم چون یه ذره هم خراب میشه. اینو میذارین روی ابروهاتون. این باعث میشه که ابروتون گرم بشه و مواد بهتر جذب اون ابروتون بشه. و مثل رنگ مو دیدین که وقتی میخواین دکولوره کنین مواد دکولوره رو که میذارن لای فویل یه ذره باد سشوار میگیرن به موتون که موتون رنگ باز کنه. اینم دقیقاً گرمای اینم همین کارو برای موهای ابروتون میکنه. رنگ باز نمیکنه و باعث میشه که ابروتون بهتر حالت بگیره. خب مرحله اول من معمولا نیم ساعت برای ابروی خودم زمان میدم. شما اگه حالا بسته به موی ابروتون میتونید 25 دقیقه 20 دقیقه زمان بدین. و اینکه بذارین تایمر بذارم. من معمولا مرحله اول رو نیم ساعت میذارم و اینکه بسته به نوع ابروتون دیگه. اگر که ابروی ضخیمی دارین خیلی ضخیم 35 دقیقه هم میتونید زمان بدین. من زمان گذاشتم حالا تا این اوکی شه تا بریم مرحله دوم. خب ابروهای من تقریبا 30 دقیقه شد که این مواد شماره 1 روی ابروهامه و الان باید بریم سراغ مواد شماره 2. اینو از روش بر میدارم و ابروهامو کامل با یه دستمال تمیز پاک میکنم. مواد رو از روش بر میدارم به صورت کامل. شماره 1 رو به طور کامل از روی ابروام پاکشون کردم. حالا میخوام برم سراغ استپ دوم. استپ دوم حالا سراغ یعنی نوبت این مواد. این حالت یه ذره کرمی تره از مواد اول، یه ذره سفت تره. ببینین چه مدلیه تکسچرش و اینا. یه ذره سفت تره. اینو من معمولا 20 دقیقه بهش زمان میدم. یادم رفت ابرومو شونه کنم. ببینین این مواد شماره اول اصلا باعث شد که این حالت اون کراتین میگن چی میگن اون که روی موی ابرو بین بره و هر حالتی که بهش میدی به خودش بگیره. حالا مواد شماره 2 رو ما میزنیم به ابروهامون به این شکل. و روزی هم که ابروتون لیفت میکنید یعنی ازش تایم بگیرین که تا 24 ساعت نباید ابروتون رو بشورین و اینا. من مواد دیگر رو واسه لیفت ابرو تا حالا استفاده نکردم. تنها موادی که استفاده کردم مایل لامینیشن بوده و به نظرم کلا کار کردن باش خیلی راحته. حالا نمیدونم بقیه چجورین ولی این به نظرم برای کسایی که تو خونه میخوان انجام بدن چیز خوبیه. فقط باید حواستون باشه از نگهداریش که وقتی درشو باز میکنین یه جایی باشه که هوا زیاد بهش نخوره و کیپ نشه. کیپ باشه که هوا بهش زیاد نخوره. برعکس میگم کلماتو. به بزرگی خودتون ببخشید. شرمنده. آره خلاصه. الان اینم باز دوباره همون کارم. این یه تیکه موه رو اعصابمه. این رو نروم. حالا میریم سراغ چشم‌بند. باز دوباره مثل مرحله اول اینو قرار میدیم روی ابروهامون تا حسابی گرمشون نگه داره تا خوب این بره بخوردش. برای استپ دومم من 20 دقیقه یه رو اینطورا وقت میذارم. وقت میگیرم حالا بسته به نوع ابروتون. من 15 دقیقه وقت میگیرم. این کلا استپ 2 برای حالت دادنه. شما بعد از استپ 1 شونه میکنین، حالت و فرم دلخواهتون رو بهش میدین، بعد کرم مواد استپ 2 رو میزنین روش و همین دیگه. من برم تا 15 دقیقه دیگه برمیگردم. خب من برگشتم. یه ربع تایمی که داده بودم تموم شدش. حالا این مرحله هم به همون صورت این مواد رو با دستمال خوب از روی ابروامون برش میداریم. خب بچه ها ابرو رو براش میکنیم. میریم سراغ استپ آخر. میریم سراغ استپ سوم. توی استپ سوم این کلا این سرم برای آبرسانی ابروتونه چون که
یک عالمه مواد گذاشتیم روی ابرو و ابرومون رو خوش کردیم. این موادش این مدلیه، حالت ژل بیرنگه و اصلا دیگه لازم نیست شما پاکش کنین، باید بذارین روی ابروتون بمونه. من حالا فرم دلخواه رو ابرو میگیرم، همونطور که دارم این مواد رو میذارم روی ابروم. بعد دقت کنین که قشنگ کاملا همه جای ابروتون بذارین مواد. خب بچه جون، این مرحله هیچ کیسه هیچ چیزی نمیخواد بذارید روی ابروتون و تمام. این مواد باید تا 24 ساعت روی ابروتون، یعنی اصلا نباید پاک شه و اینا، باید بذارین روی ابروتون باشه دیگه، برای آبرسانی ابروهاتونه. خب آقا، همونطور که میبینین ابروی من تموم شدش، خیلی خوب شد، خیلی راضیم واقعا ازش. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. من پیجی که ازش این وسایل رو سفارش دادم براتون توی دیسکریپشن میذارم و اینکه اگر سوالی دارین، نظری دارین، چیزی دارین، خوشحال میشم تو کامنت ها برام کامنت بذارین و بگین که دیگه چه ویدیوهایی دوست دارین. من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. کلی دوستتون دارم. بوس بهتون. خدافظ.